تا حالا شده که سری سوروایول بزنی و پیشرفت بکنی و ندونی چجور باید ایکس پی به دست بیاری که بتونی وسایل تو اینچنت کنی با اینچنتینگ تیبل یا هر چیز دیگه ای؟ خب راهکارت پیش منه. من توی چنلم یک ویدیو آپلود کردم که اومدم آموزش ساخت بهترین ماب فارم بدراکو دادم. پس برو تو چنل ویدیو رو نگاه کن. سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به یک ویدیو جدید از کانال پارسا کرافت. توی این ویدیو اومدیم آموزش یک ماب فرم بسیار ساده رو بدیم که کلی بهتون ایکس پی میده. قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو لایک رو بزن، سابسکرایب هم بزن، زنگوله کنارش هم فعال کن، ممنون میشم. وسایل مورد نیاز رو میبینیم: چست، هاپر، اسلپ، بلاک، ترپدور و سطل آب. و این وسایل رو برمیداریم، یک فضای 2x2 به این شکل میکنیم و چستمون رو اینجوری به همین شکلی که میبینید میذاریم. میشینیم، هاپرامون رو میذاریم. توجه کنید که هاپرا باید حتما وصل باشه. اسلپ میشینیم و روش میذاریم، یک اسلپ موقت این شکلی و یک بلاک روش میذاریم که محوطه کشتن ماب هامون و جایی که لوت هاش میاد رو مشخص کنیم. دور تا دور محوطه رو ادامه همون بلاک به همین شکل بلاک میذاریم. حالا باید 20 بلاک با همین یه دونه بلاک بریم بالا، یعنی 19 بلاک دیگه. میریم بالا و میبینیم ارتفاع شد 20 بلاک. میبینید همین کارو کنید، نه بیشتر نه کمتر. 8 بلاک اینطوری از هر جا بیاید و 2 بلاک بیاد روشو به این شکل یک قالب درست کنید و توشو پر کنید به همین شکلی که میبینید. ارتفاع دیواراش هم 2 تا باشه و سقفش هم بذارید جوری که زامبی و کریپر و اسکلتون توشون جا بشن. حالا اسکلتون فکر نکنم توش بتونه جا بشه. روش سقفشو توش حتما بذارید که اون بالا ماب اسپان نشه و خودتون اگه دوست داشتین میتونستین AFK روم هم اون بالا بسازید توی ارتفاع بالا. میریم سراغ توش. ترپدورامون رو برمیداریم به این شکلی که میبینید، میذاریم و میبندیم و برای همه طرفا این کارو میکنیم. سطل آبمون برمیداریم که شما میتونید یه منبع آب بی‌نهایت درست کنید و اینجوری آب میذاریم یه جوری باشه که نه بریزه پایین نه که یه بلاک خالی بذاره. مابا رو قشنگ هل بده. این ترپدورا باعث میشه که مابا فکر کنن اینجا بلاکو بیفتن پایین توی و آبا بیفتتشون پایین، جوری بشه که ما با یه ضرب بتونیم اونا رو بکشیم، مثل تصویر که میبینید که توی همین چند ثانیه کلی ماب اسپان کرد. و من الان اینجا AFK میکنم تا بیاییم و ببینیم بعد 5-10 دقیقه ببینیم چقدر بهمون لوت میده این ماب فارم که هم لوت زیادی میده هم XP و خیلی هم ساده است. خب بریم ببینیم بعد 5-10 دقیقه چقدر ماب اسپان شده. این مابا هم بخاطر که هوا بارونی بوده اسپان شده و ببینید کلی ماب اسپان شده اینجا. ما همش رو میتونیم بکشیم و کلی لوت میبینید داره میرزه پایین، کلی داره میره تو هاپر و بعد تو چست ها، کلی داره میرزه دور و برش. چند تا ماب تو همین چند دقیقه اسپان شد. حالا شما فکر کنید 1-2 ساعت AFK کنید، اونم توی ارتفاعهای زیاد، کلی براتون لوت به دست میاره. لوت های مثل تیر کمون، تیر، گوشت زامبی، حتی ویچ هم اسپان میکنه این ماب فارم. و هم میبینید با هم دیگه لوت های توی 2 تا چستو. این چست که یه لوت بدی نداشت تو همین 5-10 دقیقه میبینید که تیر کمون این چند شده هم بهتون میده، تیر و کلا همه چی، هر چیزی که نیاز دارید اکثریت بهتون میده. اینجا کلی زره و امکانی که زامبی فول دایمند هم بیاد و کلی بهتون آرمار دایمندی بده هست. خب دوستان مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. اون دکمه ساب رو بزنید. فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.